شامگاهی در ره بودم روان، تن روان و دل به فکر آب و نان. من نمیدانم چنان شد یا چنین، پای من لغزید خوردم بر زمین. رهنورد مهربان سویم دوید، دست او تا زیر بازویم رسید. بیخ گوشم گفت لنگ یا که مست، وارسی کن بین کجاهایت شکست. گفتمش نیمی پرستم نی حلیل، افتادم خود نمیدانم دلیل. یا گناه از کفش و یا تقصیر پای، گیر دستم تا که برخیزم ز جای. دست من بگرفت با دست دیگر، کیسه ام می جست تا یابد مگر. من به فکر آن که او مرد خداست، او در این سودا که جیبم در کجاست. ای دریغ از فکر خام آدمی، گریه کردم بر مقام آدمی. یادم آمد گفته مولای بلخ، آن گرامی گوهر یکتای بلخ. چون بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دسته نباید داد دست.